بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به امید تو. درود بر شما دوستان عزیز و گرانقدر. یکی از مهمترین موضوعاتی که این روزها و شاید همیشه گریبانگیر جوانها هست، به خصوص بحث انگیزه هست. انگیزه کار، انگیزه تحصیل، انگیزه برای مهاجرت، انگیزه برای ادامه رابطه، انگیزه برای هر چیزی یا شروع رابطه. این چیزها هست که خیلی وقتا ذهن افراد جامعه و به خصوص جوانها رو در این روزها به خودش مشغول کرده. اگر میخواید راجع به این قضیه بیشتر بدونید، تا انتهای ویدیو با من همراه باشید، چون میخوام راجع به یک مسئله زیربنایی در مورد انگیزه با شما صحبت بکنم. ببینید دوستان، انگیزه اگر بخواد بیرونی باشه، ممکنه با رفع اون عامل بیرونی کاملا از بین بره و انرژی لازم برای ادامه مسیر رو از شما بگیره. اما وقتی انگیزه درونی باشه، این انرژی دائما از داخل باید بجوشه و میجوشه و شما میتونید به ادامه مسیر امیدوار باشید. اما اینکه بدونیم آیا انگیزه ما درونیه یا بیرونی، میتونیم به مواقعی فکر بکنیم که انگار هیچ انرژی و تمایلی به انجام اون کار، ادامه اون مسیر یا مثلا برای درس خوندن هیچ انرژی و تمایلی نداشتیم. برای اینکه این مسئله رو بخواین با خودتون حلاجی بکنین و بهتر از اون بخواین برطرفش بکنین، این بدون انرژی و بدون انگیزه بودن رو، بیاین از خودتون بپرسین چه مواقعی بوده که من با انرژی تمام، با انگیزه مضاعف داشتم اون کار رو انجام میدادم. پاسخ به این سوال میتونه برای شما روشن بکنه که آیا انرژی و انگیزه شما درونی بوده یا بیرونی بوده. یه بحث دیگه که میتونین تو این قضیه بهش فکر بکنین اینه که آیا اون چیزی که باعث میشه شما رو به حرکت وابداره، آیا فشار بیرونیه؟ یعنی اینکه آیا چون همه میگن خوبه، چون خانوادم دوست دارند، چون بقیه دوستام هم همین مسیر رو رفتن، یا نه مسیری هست که واقعا از ته دل خودتون بهش علاقه دارید. خب حالا چطوری میتونین این رو بهش برسین که آیا واقعا خودتون بهش علاقه دارید یا نه؟ وقتی که به انجام اون کار فکر میکنید، یک حس خوشایندی در درون خودتون حس میکنید، یک بارقه امیدی در دلتون روشن میشه. اما وقتی انگیزه و فشار از بیرون باشه، تا وقتی که اون فشار وجود داره و شما نمیتونین در مقابل اون فشار مقاومت بکنید، این کار رو ممکنه به زور و اجبار ادامه بدید و انجام بدید. خب حالا اینکه این فشار بیرونی چطوری میتونه در مقابلش مقاومت بشه یا نشه، اون دیگه بستگی داره به اینکه چقدر اون کار و چقدر اون عامل فشار برای شما مهم هستند. یعنی پاسخ به این سوال میتونه برای شما روشن کننده باشه که آیا این انگیزه‌ای که عامل بیرونی داشته میتونه ادامه دار باشه و شما چقدر میتونید در مقابلش مقاومت بکنید یا
نه باهاش همراهی بکنین؟ پاسخ به این سوال هاست که میتونه ما رو روشن بکنه که آیا این انگیزه‌ای که داریم میتونه انگیزه مثبت باشه یا انگیزه‌ای که به مرور زمان و با تضعیف اون عامل انگیزاننده میتونه تضعیف بشه اون انرژی که میخوایم و لازم داریم برای ادامه مسیر. خب تا اینجا برای انجام کار و داشتن انگیزه ما به این سوال ها رسیدیم. امیدوارم این سوال ها رو از خودتون بپرسین و بهتر از اون این که یه جایی بنویسید، چون نوشتن معجزه میکنه. واقعا من خودم بارها از نوشتن اعجازهایی دیدم وصف ناپذیر. چه بهتر این که توی کامنت ها بنویسین که بقیه دوستان و همراهان مسیر ما هم ازش استفاده بکنن و بهره مند بشن. برای همتون آرزوی توفیق، سلامتی و سربلندی دارم. به امید دیدار.